خانمش داشت ماشین رو روشن کرده رفته، ایشون دوباره برگشته بیاد داخل منزل. خانمش هم تو حیاط بوده. حیاطشون دیوار نبوده. میخواستن وارد خونه بشن، در رو باز کردن که وارد خونه بشن، همینجوری ایشونو به رگبار بستن. بعداً ما فهمیدیم که پژاک اومده این کارو کرده. دو تا معدن داریم اینجا، چند تا کارخونه شن و ماسه داریم، پرورش ماهی داریم اینجا. اینا مثلا شبونه میان از صاحب این سرمایه ها مثلا باج میگیرن، مثلا میگید باید بهمون باج بدید، مثلا پول بدید، پول میخواستن از اینا. حالا سرمایه‌دارا که نمیان اینجا مثلا از این ترورا رو که ببینن یا این مسائل رو که ببینن مثلا نمیان، مثلا این سرمایه گذاری نمیکنن. اینا همه به خاطر فعالیت تروریستی پژاک دیگه. اینا میخوان مثلا برای مردم آسایش، خب به قول خودشون میخوان برای مردم آسایش بیارن یا مثلا آزادی بیارن، الان کارو خرابتر کردن. مثلا فضا اینجا امنیتی شدن، اینجا سرمایه‌دارا نمیان اینجا سرمایه گذاری